الحمدلله پنجشیر امروز به ولایت بدخشان وصل شد. سرک آبشار ولایت پنجشیر به هزینه بیش از 77 میلیون افغانی ساخته می شود. الحاج حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر در یک نشست مردمی در ولسوالی آبشار اعلام کرده که برای پروژه ساخت سرک آبشار مبلغ 77 میلیون 100 هزار افغانی منظور شده است. تسلیم کردیم با جناب امیرالمومنین صاحب حفظه الله و رعاه، با جناب رئیس الوزراء، با جناب مولوی صاحب عبدالکبیر و با همه رؤسا و وزرایی که در ولایت اونها ریاست های دارن، همه مشکلاتی ولایت پنجشیر را به پیششان بردیم و الحمدلله ما و شما روزانه شاهد افتتاح پروژه ها می باشیم. سرک آبشار منظوریش آمده، بودجه برشان تخصیص شده که ان شاء الله مطابق هم پلانی که وزارت فواید عامه داشته می باشه، مطابق او پلان و به همون وقت ان شاء الله که سرک تان افتتاح می شود و شفاخانه که به دو ولسوالی در سرحد دو ولسوالی در نظر گرفته شده امسال ان شاء الله شاهد افتتاح شفاخانه می باشیم و متاسفانه که در نظام های سابقه به مردم پنجشیر و به ملت پنجشیر هیچ توجهی نشده بود. حتی کل افغانستان، همه ولایت های افغانستان شفاخانه های ولایتی و مرکزی دارند ولی پنجشیر یک شفاخانه معیاری و ولایتی نداره. الحمدلله با کوشش رهبری ولایت منظوری شفاخانه آمده و 148 میلیون افغانی برشان تخصیص داده شده که ان شاء الله در نزدیک های آینده ان شاء الله که شاهد افتتاح شفاخانه مرکزی می باشیم که مردم پنجشیر اکتفا میکنه به امی سیستم طبی خود و ضرورت به این نمیشه که به ولایت های مجاور و به ولایت های دیگه این مریضای خود را ببره. الحمدلله پنجشیر امروز به ولایت بدخشان وصل شد و به سرحد چین که واخان است به او سرحد وصل شده میره. پنجشیر امروز به نورستان وصل شده میره. پنجشیر ان شاء الله به تخار وصل شده میره. پنجشیر یک حیثیت چهارراهی را به خود میگیره و به معیشت و به اقتصاد مردم مستقیما این شهرهای پنجشیر ان شاء الله تأثیر مثبتی داشته می باشه. و ما هم لله الحمد آل یک قرارداد دیگی که در ولایت پنجشیر صورت گرفته دو ولسوالی است. یکی ولسوالی آبشار است، یکی ولسوالی عنابه است و او هم بخش سکتورش ریاست احیا و انکشاف ولایت پنجشیر است. در او انشالله پیشتر رحمان صاحب یادآوری کردن سرکای فرعی، جویه ها، پلچک ها و سایر پروژه هایی که انکشافی و نیمه انکشافی است پل در بدل کار و هم بخش اقتصادی دارد و هم بخش زیربنا دارد. 50 نیمه انکشافی پروژه است که انشالله هم در رشد اقتصاد مردم کمک میکنه و هم در بخش زیربنا و بخش حفاظت از او و بخشای مراقبت از او هم در آینده مربوط میشه به خود مردم ما و شما که بتانن در آینده او را محافظت بکنن. و سرک هم انشاءالله آن بودجهش هم منظور شده به خیر میبراید. در او هم ما زیاد تلاش کردیم. جناب والی صاحب میدونه که چی اندازه تلاش کرده. همه رو اثار شب و روز به دروازه وزارت روان میکنه که پروژه را بیاره، با مؤسسات روان میکنه پروژه را بیاره به ولایت پنجشیر که بتونه سبب خیر و سعادت و رفاه مردم شود. که در قسمت صحت یک توجه داشته باشین. پیشتر هم یادآور شدن در قسمت شفاخانه 30 بستر گفتین در بین دو ولسوالی خیر بینن خانه تان آباد. در قسمت توجه زیاد زحمت زیاد کشیدین. ما شما سپاسگزاری میکنیم قلباً.
دیگه جناب والی صاحب در قسمتی کلینیکایی که در آبشار است گفتیم ما کدام امکاناتی در بخش لابراتوار اگر رئیس صاحب اومد دیگه صدای ما را بشنون در توجهشان میخواهیم. دیگه در قسمتی پست‌هایی که ما دیگه قبلا فهمیدیم برای اونها یک چیزات امکاناتی مالی هم در نظر بود، اما متاسفانه مدتی فهمید یک سال زیادتر که سوپروایزر در آبشار وجود نداشت، دیگه اونا از او محروم هم شدن. بنابراین خواهش ما شما همی است که در قسمت اونا یکم توجه داشته باشیم، چون که بنده خدا به عنوان رضاکار کار میکنن، ما به اونا دعوا امکانات برشان میتیم، از اونا بنده خدا ما راپور میخوایم از اونا. برادر محترم، شما در جریان هستی که بعد از فتح و پیروزی امارت اسلامی در بخش صحت در پنجشیر بسیار دستاوردهای کلان ما داشتیم، خصوصا طرح شفاخانه های جیچی که از طرف امیرالمومنین حفظه الله منظور شد و به هر ولسوالی که دارای شفاخانه بستردار نمی باشه این طرح هم منظور شد و شما در جریان هستی که ما در مرز هر دو ولسوالی یک شفاخانه در قسمت بندیجوی زمینش به وزارت صحت ما روان کردیم، اونجا هم منظور شده و انشالله که در آینده نزدیک ما شما شاهد افتتاح او شفاخانه هم باشیم. و قسمتی و مجده دیگری که والی صاحب هم یادآور شد شفاخانه صدبستر ولایتی بود که او هم به سعی و تلاش رهبری مقام ولایت پنجشیر و شفقت امیرالمومنین حفظه الله منظور شد. در هفته گذشته مکتوبش رسما به ریاست صحت ما مواصلت ورزید و انشاءالله ما و شما شاهد افتتاح شفاخانه صدبستر ولایتی به ولایت پنجشیر خواهیم بود. و در قسمت امبولانس که شما گفتیم، وزارت صحت ما به خود اصول داره که امبولانس در کجا باشه، در چه قسم شفاخانه باید امبولانس باشه. در ولسوالی ابشار ما با یک سب سنتر هم امبولانس دادیم که در کلینیک آستانه کلان او امبولانس 24 ساعت در خدمت شما است. یک امبولانس دیگر در قسمت سنگ خان وجود داره از امرجنسی است. در جلسه که چند ماه پیش ما شما در اینجا داشتیم هم یک برادر ما مشکل داشت که او امبولانس مریضای ما را انتقال نمیکنه، ما او را هم رای امرجنسی صحبت کردیم و با ما گفتن که هر وقت که اینها مراجعه بکنم امبولانس ما در خدمتشان است. امبولانس سوم ما در مرکز صحی جامع در وجود داره، یک موتر لانکوزر کمکدار است که او هم در خدمت شما است. هر وقتی که شما با انتقال مریض ضرورت داشته باشی او امبولانس در خدمت شما است. چند وقت پیش امیریت پنجشیر امبولانس هم فعال شد که هر جایی که شما به انتقال مریض ضرورت داشته باشی به شماره 132 رایگان شما از اینجا زنگ بزنید ان شاء الله که امبولانس برتان میرسه. و در قسمت لابراتوار که شما گفته در اصول و پالیسی وزارت صحت ما با یک مرکز صحی که سب سنتر می باشه و مرکز صحی فرعی می باشه لابراتوار نیست. اینمی مرکز جیچی که در نظر گرفته شده به هر دو مرز هر دو ولسوالی ان شاء الله که او از تمام امکانات برخوردار می باشه، هیچ نوع مشکل در بخش صحت باز ما و شما ان شاء الله نداریم. ما برای شما وعده میتیم متعهد هستیم هر جایی که مشکل داشته باشی که ریاست صحت ما متعهد است که مشکلات شما به وجه احسن حل کنه. از توجهتان یک جهان تشکر. قسمت یک زمینایی که در مسیر راه قرار دارند، در مسیر دریا قرار دارند، اونمو را از آبخیزی زمینای مردم از طرف آبخیزی تابستان از بین رفته، مردم توانمندی ترمیمش نداره. در قسمت اگر والی صاحب در قسمت توجه بکنم کاری بکنن ما از پیش سپاسگزار هستیم. و در قسمت موضوع بیکاری جوانای ولایت پنجشیر که چندین بار از طرف ولسوال صاحب مردم هم پیشنهادات صورت گرفت، والی صاحب در قسمت بستای را برای مردم آوردن و فعلا هم بسنده نکرده. این مردم ولسوالی آبشار در قسمت جوانایی که بیکار هستن از والی صاحب تقاضامند هستیم که در قسمت هم کاری بکنم جوانای ما مصروف کار شوند. از بیکار گشتی و الا گشتی و کسایی که مسافرت در کشورهای همسایه میکنن یک تعداد بیرون میرن در این قسمت جلوگیری شود. دیگه ما
گفتنی ندارم. این پیشنهادات مردم بود و برای والی صاحب و کسایی که زحمت کشیدن بار دیگر هم از بارگاه عزت منان تقاضای اجر عظیم میکنم. خداوند برشان اجر بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در قسمت استخدام جوانان ان شاء الله ما اما چه قوت و توانی که داشتیم رو ان شاء الله ما کردیم. 600 نفر پارسال به صفوف اردو رفتن. 400 نفر ما از طرف ولایت باز پیشنهاد کردیم به وزارت دفاع محترم، منظوریش آمده، مکتوبش تکثیر شده. حتی اعماری که سابق از 18 تا 21 بود امسال تا از 18 تا 22 سال شده که این جوانان را در صفوف اردو جلب میشه ان شاء الله میروند. و اینی کمتون بست هایی که تنقیص شده ایرا هم ان شاء الله براتون وعده میتیم که تا جناب امیرالمومنین صاحب این صدای شما را میرسانیم که به پنشیر استثناء دیگه بستا را بته و همین جوانایی که مسلکی هستند و تحصیل یافته هستند که بر اینها جای وظیفه و جای کار و اشتغال را برشان آماده بسازیم. جزاکم الله خیرا. و تطبیق این پروژه را بخشی از تعهدات اداره محلی برای بهبود رفت و آمد در مناطق دور افتاده دانسته است. والی پنجشیر با اشاره به تلاش برخی حلقات برای ایجاد تفرقه تأکید کرده که مردم این ولایت با درک اسلامی شعار وحدت و همدلی سر می‌دهند و فریب فرصت طلبان را نمی‌خورند. او همچنان افزوده که مشکلات مردم به رهبری امارت اسلامی منتقل شده است و از جمله دستاوردها منظور شدن شفاخانه 100 بستر، توسعه سیستم صحی و کار روی پروژه های وصل کننده پنجشیر با ولایت های بدخشان، تخار و نورستان است. همچنان در حال حاضر بیش از 200 پروژه انکشافی در این ولایت نیز در حال اجراست. در این نشست متنفذان قومی ضمن حمایت از نظام امارت اسلامی پیشنهادات و خواستهای خود را مطرح کردند. در قسمتی از این برنامه مولوی مقبول احمد وقاص رئیس امر بالمعروف بر تطبیق جدی فرمان رهبر امارت اسلامی تأکید کرده و خواستار همکاری بیشتر مردم شده است.